قصتنا اليوم تتكلم عن العصفور والمطر، فخليكم وياي حتى نشوف شنو السالفة. قصة امروز ما درباره گنجشک و بارونه، پس با من باشید تا ببینیم داستان از چه قراره. حكيك مطر صيف، حكيك مطر صيف، ما بين ليل يمشون، حكيك مطر صيف. العصفور الصغير كان يحب الطيران والغناء. گنجشک کوچولو پرواز کردن و آواز خوندن دوست داشت. العصفور كان يطير كلش عالي بالسماء. گنجشک در آسمون خیلی بالا پرواز میکرد. فدنوب قيمت الدنيا وقامت تمطر. یه دفعه هوا ابری شد و بارون شروع به باریدن گرفت. صاحت للبومة حتى ينضم ليتبلل بالمطر. جغد صداش زد تا پنهون شه و تو بارون خيس نشه. ما قبل العصفور يختل وظل يطير جوا المطر. گنجشک قبول نکرد پنهان شه و به پرواز کردن زیر بارون ادامه داد. اتبللت جناحات العصفور ووقع بالقاع. بالهای گنجشک خیس شد و روی زمین افتاد. حاول العصفور يطير بس ما قدر. گنجشک سعی کرد پرواز کنه اما نتونست. بدل العصفور يبكي. گنجشک شروع به گریه کرد. الشمس كانت ورا القيوم. آفتاب پشت ابرا بود. طلعت الشمس وساعدت العصفور حتى ينشف جناحاته. آفتاب طلوع کرد و به گنجشک کمک کرد تا بالهاشو خشک کنه. كيف العصفور هواية وتشكر من الشمس ورجع يطير. گنجشک خیلی کیف کرد و از آفتاب تشکر کرد و به پرواز کردن برگشت. كنت اعتقد يا هواي ما تنسى ولفك، ضيعت عرفك وضيعت